اینجا کاناپ است. لطفاً کانال های گروه کاناپ رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و تیک زنگوله کنار اون رو هم بزنید. سلام، من فاطمه و اینجا کاناپ است. اگه میخواید بدونید در قسمت بعدی سریال فرید چه اتفاقاتی میفته، این ویدیو برای شماست. در قسمت 37 خواهید دید فرید رو به بیمارستان میرسونن. سیران به لباس خونی پشت در اتاق عمل گریه میکنه. خانواده فرید از راه میرسن. گلگون میگه تو این حقو نداری. اوران میگه من بهت گفتم عاقبت این کار خوب نیست. گلگون به سمت سیران حمله میکنه. کاظم داد میزنه هو. خالص خان داد میزنه همین حالا گمشو از اینجا برو. سیران داد میزنه من هیچ جا نمیرم. کاظم میگه هیچ جا نمیری، من به خاطر پسرم فرید اینجام. فرید به پدر بزرگش میگه من بدون سیران نمیتونم زندگی کنم، مگه لازم باشه به خاطر اون یه گلوله دیگه بخورم میخورم. فرید روی تخت بیمارستان سیران رو میبوسه. خالص خان میگه فرید میگه سیران در حالی که میدونه من رضایت ندارم. سیران به افاقت میگه مراقب کارها و رفتارتون باشید. مراسم عروسی فرید و سیران برگزار میشه. خالص خان سیران رو از کاظم برای فرید خواستگاری میکنه. کاظم میگه به عنوان یه خانواده سزاوار یه عذرخواهی هستیم. سیران و فرید زن و شوهر اعلام میشن. خالص خان با عصبانیت داد میزنه همتون یه هیچید، هیچ. فرید سیران رو به امارت میاره. خالص خان میگه به هیچ کس رحم نمیکنم. موقع صرف غذا خالص خان میگه 2 بشقاب دیگه بذارن سر سفره، مهمون داریم. افاقت میگه مهمونا کیان آقا؟ خالص خان میگه وقتی اومدن میفهمین. دختر خالص خان نوکت و پسرش وارد امارت میشن. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا نگهدار. لایک کردن این ویدیو به معنی تعریف از ما نیست. به یوتیوب کمک میکنه تا این ویدیو رو به کسانی که دنبالشن پیشنهاد کنه. کانال های گروه کاناپ رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و تیک زنگوله کنار اون رو هم بزنید.